عزیز سلام، من ابراهیم انوری هستم و در خدمت شما قرار دارم. امروز میخوایم برای شما 3 ترفند خیلی اساسی و ساده را در این حال ساده است و شما یاد بدون که چه رقمی میتونیم سرعت کامپیوتر خود را بالا ببریم. خب شما شاید محصل باشین، کارمند باشین یا ممکن به هر دلیل دیگه از کامپیوتر از سیستم عامل ویندوز استفاده بکنین و با استفاده چند مدت از کامپیوتر سیستم شما کند کار میکنه، کامپیوتر سیستم سنگین میشه. خب چه رقمی میتونیم که سرعت کامپیوتر خود را بالا ببریم؟ خب البته راه های زیادی وجود داره و امروز من میخوایم که 3 تا روش به شما یاد بدم که خیلی ساده و آسان است. در قدم اول کامپیوترتون را روشن بکنین و در صفحه دسکتاپ شارتکت یا میانبر وینکی همراه فشار میدین، صفحه باز میشه. همچین صفحه به نام رن یاد میشه دوستو، رن یاد میشه و این وسیله است که ما میتونیم بعضی برنامه ها یا تنظیمات را از کامپیوتر از طریق باز بکنیم و امروز 3 تا کد میگم، 3 تا کلمه را میگم که شما در اینجا وارد میکنین و مراحل چه پیش میبرین. اولین کدی را که شما باید اینجا وارد بکنین یا کلمه ای را که وارد بکنین کلمه ریسنت است. ریسنت یعنی ریسنتلی، یعنی اخیراً. خب ریسنت و دکمه اوکی را اینجا فشار میدین، همچون صفحه باز میشه. چون من چند وقت پیش کار انجام دادم، خب 3 تا فایل هست اینجا. ممکن شما در کامپیوتر شما 100 تا 200 تا فایل باشه، همش انتخاب میکنین با شارتکت کنترل A انتخاب میکنین و شیفت دیلیت میزنین دوستان. ولی ریسنتلی یعنی فایل های که اخیراً در کامپیوترتون باز کردین در این فولدر ذخیره میشه به صورت اتوماتیک نشان میده. بعد دومین کلمه که شما اینجا باید نوشته بکنین در رن نوشته بکنین تمپ است دوستان. تمپ از چی گرفته شده؟ یعنی temporary، یعنی موقتی. اگر شما به آدرس این فولدر نگاه بکنین در درایو سی است و داخل درایو سی فولدری به نام ویندوز است و داخل فولدر ویندوز فولدری به نام تمپ است، یعنی فایل های موقتی از هر برنامه یا اپلیکیشنی باشه در اینجا ذخیره میشه که شما ممکن خیلی زیاد باشه و همچنان همه را انتخاب میکنیم، شیفت دیلیت میزنیم. و سومین و آخرین کلمه که شما اینجا باید وارد بکنین پریپیج است دوستان. پریپیج اسپلش دقت بکنین، اشتباه نزنین که کار نمیکنه. بالای اوکی کلیک میکنین و همچنین فولدر باز میشه. همچنان داخل فولدر ویندوز است و فولدر به نام پریپیج است، همش انتخاب میکنین، شیفت دیلیت میزنین، حذف میشه، از روزگار کم میشه. و یک کد دیگه هم از یادم رفت که براتون بگم، فیصدی تمپ فیصدی است. شما اینجا نگاه کنین، اسپلیش رسمی است. حالا اوکی کلیک میکنین و همچین فولدر باز میشه، همش انتخاب میکنین و دیلیت میکنین. بعضی فایل هایی که دیلیت نمیشه به این معنی است که در سیستم شما همین برنامه که مربوط به این فولدر میشه باز. و یک چیز یادآوری بکنم که با انجام دادن این کد ها شما هیچ آسیبی در فایل های اصلی شما نمیرسه، هیچ نگران نباشین دوستان. و این بود ترفند خیلی آسان و مهم در ویندوز که شما باید یاد داشته باشین. تا ویدیو دیگر دست پای شما جور باشه. خدا حافظ.